یک قاضی با ایمان مصری به نام محمد عریف در کتابی که خودش نوشته بود یک رویداد واقعی از خودش را تعریف می‌کند. 15 سال پیش وقتی وکیل دادگستری بودم، یک روز صبح می‌رفتم سر کار و تا شب به خانه برنمیگشتم. جلوی در محل کارم یادم افتاد که چند برگه مهم را در خانه جا گذاشتم و فوراً سوار ماشینم شدم و به خانه برگشتم تا برگه ها را بردارم. وقتی وارد خانه شدم دیدم یک مرد غریبه. نمیدانستم چه کار کنم. خودم وکیل بودم و قوانین را خوب میدانستم و اگر آن مرد را میکشتم هیچ شاهدی نداشتم. تصمیم گرفتم با مرد هیچ کاری نکنم و به او گفتم از خانه من برو بیرون، من این کار را به خدا میسپارم. آن مرد هم رفت بیرون و کمی به من خندید، یعنی به عقل من میخندید که با او هیچ کاری نداشتم. او رفت و به زنم گفتم وسایلت را جمع کن تا تو را به خانه پدرت ببرم و از هم جدا میشویم. سوار ماشین شدیم و به راه افتادیم. خانه پدرزنم در یک شهر دیگر بود و در راه فقط به آن موضوع فکر میکردم. بغض گلویم را گرفته بود تا به آنجا رسیدیم. من کار خودم را به خدا سپرده بودم و نخواستم آبروی زنم را ببرم و به خانواده زنم گفتم ما دیگر به درد هم نمیخوریم و میخواهیم از هم جدا شویم. خانواده زنم میگفتند شما که تا حالا مشکلی با هم نداشتید و از این حرفا، و من هم تأکید میکردم که به درد هم نمیخوریم و باید از هم جدا شویم. وقتی از خانه می آمدم بیرون زنم به من گفت واقعا درود بر شرفت، تو خیلی بزرگی که آبرویم را نبردی. گفتم برو و توبه کن از کاری که کردی. خلاصه از هم جدا شدیم و مدتها فکرم درگیر آن قضیه بود. همیشه وقتی در تلویزیون یا خیابان یا محل کارم کسی را می دیدم که می خندید یاد آن مرد می افتادم که موقع رفتن به من می خندید. بعد از مدتی دوباره ازدواج کردم. سالها گذشت و بعد از 15 سال من قاضی دادگستری شدم. یک روز یک پرونده قتل آمد جلوی دستم و مرد قاتل را داخل آوردند. به نظرم می رسید آن مرد را جایی دیدم و بعد از کلی فکر کردن یادم افتاد که همان مرد است که با زن قبلیم. ولی او مرا نشناخت. به او گفتم ماجرا را برایم تعریف کن که چرا مرتکب قتل شدی. گفت جناب قاضی رفتم خانه دیدم یک مرد غریبه با همسرم است و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با چاقو کشتمش. گفتم شاهد داری؟ گفت نه. گفتم اگر راست میگویی چرا زنت را هم نکشتی؟ گفت زنم زود از خانه فرار کرد. گفتم نباید او را میکشتی چون قانون میگوید که باید 3 شاهد ماجرا را میدیدند. گفت آقای قاضی اگر این اتفاق برای شما میافتاد آن مرد را نمیکشتی؟ گفتم نه، در زمان خودش قاضی هم بوده که این اتفاق برایش افتاده و با مرد هیچ کاری نداشته. آن موقع بود که یادش افتاد من آن وکیل 15 سال پیش هستم که با او کاری نداشتم. گفتم من آن روز کار خودم را به خدا سپردم و حالا با نوک خودکارم حکم اعدامت را صادر میکنم. طبق قانون باید آن مرد اعدام میشد و من حکم اعدامش را صادر کردم. به در هر خانه بزنی فردا در خانه‌ات را میزنم.